ای دوست بیا محفلی شادان همینجاست، ساقی و می و مطرب و پروانه همینجاست. با موزی بلندی مقامت سخن گو، آهنگی مقام و همه شاهانه همینجاست. ای دوست بیا محفلی شاهانه همینجاست. سلامت باشید. تشکر زیاد. تشکر. سلام و درود به همه شما عزیزان دل. اینجا نشستن هنرمندان، استادان، شاگردان، همکسبان، دوستان بسیار عزیز، دوگانه های عزیز من آمدند. همتون خوش آمدید بگویم. نور دیده تاج سر به این محفل زیبای ما. خوش آمدیدتان. امروز همه خیلی برنامه به نصیب بود است که ما باید با هم صحبت کنیم و من از زندگی نامه خود قصه کنم. پیش وقتا من بودم خاصیت ارتق و همه با خاصیت زرفشانی و گفته همون برادر عزیز من که چند نام دارم و این هم به فکرم بیهوده نبوده کیست. من تولد شدم در دهه گذری بود، ناحیه عینی، یک دهه بسیار در بین کوه‌ها جا گرفته است، بسیار دهه زیبا منظر. همین تولد من هم الکی یک کتاب است، باور کنید. این هم خیلی زمانه بودگی در مترکه من 2 سال نویسگی، 2 سال مترکه من گریدگر رقم قطعی نویسگی که 10 اکتبر سال 1960 حرف قطعی نویسگی سال 1961. این عجیبه ببینید. این اساس دارد برای آنکه وقتی پیش بسیار در یگان جا دیگر مثلا گیریم سفر میکردن، تولد میشدن آورده میگفتن که من برای فرزند من یک همین شهادت نامه نویس و میگرفتن. بسیاری ها توکلی مینویسن اما وقتا هم خیلی همین آورد میگن کی تولد شدگی وقتی انگور پس، کی تولد شدگی یا وقتی سیب پس. هم خیلی میگفتن بعد تولد اری اول نویسن میگرفتن. من حاضر همین یک سر فوش میکنم که من در عائله کارگر تولد شدم. پدر عزیزم گیولوگ بودن، در کانی شخته جیکروت در همین ناحیه عینی کار میکردن و همین هر هفته یک بار به خانه می آمدن. روز شنبه یک شنبه خانه می آمدن دیهه یکی همیشه در همین کار بودن در شخته. از همین سبب وقتی که اون کسا برای همین سفری کاری به ناحیه اشت میفرستم، در شهرک ادرسمان ما زندگی میکنیم. اونجا کم در زندگی میکنیم، پدرم اونجا کار میکنن و تمام خواهر و برادرام در همین دهه تولد شدگی در همون تولد خانه نه، یا در سر زمین تولد شدگی یا در خانه تولد شدگی، قشلاق پیش هم خیلی بودگی. فقط یک من در تولد خانه تولد شدگی در شهرک ادرسمانی ناحیه اشت. برای همین من هر سال 2 بار زادروز قید میکنم، هم 10 آگوست هم 10 اکتبر زادروز دارم. من همون دهه من تولد شدم. دوره کودکی ما اکنون این یک قصه است. دوره کودکی که دهه با میگذرانید، اون وقت خیلی شرایطی که حاضر جوانه ما دارن اون وقت شرایطان نبود. طلبه های خوب بودیم، دانش می آموختیم، با همین درس و کتاب در اولین درجه می ماندیم. بعد از اون که ما گذری بود، گذری فاطمه، این قشلاق مادرم، گذری بود قشلاق پدرم، قشلاق فاطمه از مادرم و خیش تباری داشتیم ما، گویا که همه مردم بین خود خیش تبار هستن. ما تا صنف 3 خواندیم در دهه. بعد از صنف 3 همون دهه فاطمه به رفته می آمدیم، برای اینکه مکتب ما تا همین صنف 3 بود.
4-5 من در دهه فاطمی درس خواندم. اونجا رفتم می اومدیم. یک برده نان گرفتم میدویدیم، میرفتیم درس میخوندیم، میومدیم. همون نان درونی همون سوی، یک سوی بود. همین بین دیه ها جدا میکرد. همون درونی سوی با آب و نان میپرتافتیم. نان آمده هم خیلی بای میشد، ورم میکرد. با همون نان گرفته میخوردیم و یک کیفیتی داشت در همون دوره بچگی. همین خیلی تا صنف 5 خواندم. بعد دهه ما به مکتب 8 ساله شد. 8 ساله که شدن تا صنف 7 خواندم. بعد دهه فاطمی و همین خیش تبارو بودن. یکی بود که همین نمیدونم زمین جنبش چی شد، خانه های که فرامد زیر کرد. بعد مردم مهاجر کردن به ناحیه ظفرآباد. هم مردم دهه اونجا هم خاله و تقای و هم خیش تباروی ما. بعد پدرم همراه همون تقام آمدن و ظفرآباد دهه جامعه میگفتن، پسیال که جامعه میگفتیم. همینجا دیدن همون وقتی معقول کرده رفتن و گفتن که ما هم کج میبندیم همراه اینا. من صنف 7 تمام کردگی یکم. ما خرسند شدیم که ما شهر بمیریم گفته. بسیار اگه قشلاق رانده شهر اون وقتا چقدر بود تصور نکنیم ما شهر بمیریم. میریم میفرایم همین با یک دشتی قاق، خانه های قاق هست تمام، دیگر یگان چی نیست، یگان درخت هم نیست. همین پوچک میمونه خاک تا همینجا، خاک همون خانه ها. دیگر این زنکای قشلاقی بود هوای تازه به گشتگی اینقدر راحت کردگی آمدن این حالت دیدن. دیگر همش قد یک کریدور و همه بیهوش خواب رفتن زنکا. اگه ما خستیم اونجا مرحمت خانه تیار بسیار رو کدام خانه که گیری اگر گرفته در آمده شین کن زندگی کن، همین خیلی بود تیار کردگی. و خستم من همین خودم یک چقام بودم خانه کابی رفتم خانه دیدم کدامش خوب باشه یک خانه انتخاب کردیم. خیلی آمدیم میرم همین پالشم میشم تازه میکنم بعد 5 دقیقه خاک میرم تازه میکنم بعد 5 دقیقه خاک. من در ظفرآبادم همگی 3 سال بودم. صنف 8 9 10 خواندم. اون وقت 10 ساله بود. صنف 6 بودم در بوستان عینی قلعه خم اشتراک کردم. اونجا حلیم جان یارف بودن با آوازخوانی بهترین. بعد اومدیم همین دوشنبه با من یک مایدچه دختر سرودی و میخوندم. وقتی جاویدانی استاد محسن ارگشی چقدر دارم دیاری خوبتر از بوستان دارم، همین رو میخوندم. بعد بسیار خوششان آمد مردم. اگه من باید کنکورس میخوندم لیکن دیدن که من مایده گفتن نه این مایده سن سالش موافق نیست، این غیر کنکورس میمونیم. حلیم جان یارف خیلی کنکورس بخوندم و این سرود خواندن گذاشتن. ما قلعه خم چی میگن ناحیه عینی بله بسیار گرفت، بسیار نقص شد. از اینجا مایه گرفتن و یکمین بار برآمدی من داخل صحنه کلام بود. اونجا من غیر کنکورسی برآمد کردم. مردم چقدر همونجا کپکوبی کردن و گرفتن ناحیه یاوان ببردن. مایه یک بریگاد تشکیل کرده یاوان برفتیم صحنه با کنسل کردیم. اونجا یک سوخازی 2 است. من اکنون اون وقتا یاش بود اکنون حاضر فهمیدم که وای کجا بود است. من نمیدونستم وای کجا من کجا بردن و یا چخیل همون هنرمندا قطعی رفتم. همین در صحنه برآمد میکنم مردم نمیموند گشته میبیاد. همین سرود چیز سروده که میدونستم از استاد جلبی میدونستم از کدام حافظه دیگه میدونستم همش خواندم. اونجا مردم با گشته خوان میگن داد مردم گردی من برام دیدن تا صحنه خلق بود. من در حیرت شدم که این چخیلی باشد. یکم بار خیلی صحنه دیدم که من اونجا برآمد کرده. از همون وقتا گویا که موفقیت من پیدا شد. و وقتی که ما ظفرآباد به کوچیدیم اونجا به باز شادروان مقیم بودن. من اینجا بانو جان میدونن ما بانو قطعی در همون مکتب رقم 2 مهنت آباد تحصیل کردیم و مقیم یک مردی بسیار همین هزاربی صنعت دوستی فهمیدن که من در اونجا پیدا شدم. اما خیلی دختر آوازخوان آمدن خانه ما با پدر و مادرم به زاری تولد کردن. انا هر محفلو من گرفته خودشون ماشین قطعی می آمدن می بردن محفلای میگذراندن بوستانای میگذراندیم می آمدیم. اما خیلی در صنف 9 بوستانی ظفرآباد ناحیه 8 شد. اونجا اشتراک کردیم. اونجا همکورسام هم بودن یا همکورسام هم هستن قطعی من بودن. اونجا
بعدی همون جنبستی همون بوستان ما آمدیم در تئاتر اپرا بالت همین حاضره برآمد کردیم. اونجا یک کچین کار آوردن، آن جمله منم بدم. من اونجا سرودی قوشچینو را میخوندم. شعر استقرال به میزرابی دیگر قانون عشقت ساز میکردم، همین رو میخوندم. خیلی مردم بسیار خوب قبول کردن. بعد همون مقیمов آمدن، اما نوازنده های ناحیه اشت گفتن که همین دختری من گرفته بریم رادیو با یک تا ثبت کند، یک سرود ثبت کند. اما انسامبل ویو بود. راست گپ ما انسامبل ویو وقتی برآمد کردیم و نوازنده های با قوت داشتن ویو. بعد ویو نیم وقتمون نیست گفتن، ما رفتن ما در کار رفتن قهرشون کرد. من همین دستم گرفتن کشخاله کردن گرفتن راست خانه رادیو آمدن. یا اسو دستشون بود، اسو از دست گرفتن آمدن خانه رادیو. و علی جان سالیف روحشون شاد بود، راهبری همین انسامبل شش مقام همون وقت. بعد اون کس قبول کردن. من گفتن خیلی دخترم چی میخوانی؟ من اکنون از زفرآباد خیال کردن که من ازبکه یکون سرودی ازبکی خوانم. من خواهش کردم که یک سرودی ازبکی خوان. خیلی از زفرآباد آمدی. من سرودی بخت جاویدان را پیشنهاد کردم، قوشچینو را پیشنهاد کردم. با ازبکی گفتم. من گفتم من خودم ازبکی تماما نمیدونم. یکی یک بچه همسایه ما از همون قرطه میگوییم دیسکوی بابا مراد همدمов همون سرودی جانمده درمان قالمده نوشته دادگی بود. من قاری ازود کرده بودم. بعد آهنگش هم میدونستم. بعد گفتم که همین سرود کم کم میدونم. گفتم های خون گفتم و انسامبل و همین سرود میدونن. همین انسامبل مقام گرفتن، همین نواختن. من همین سرود خواندم. همین اکنون چی گویم نمیدونم، سرشوش از یاد من برام قریب 50 سال شده از همین سرود خواندگیم. یکی ثبتش هم در فوند طلایی رادیو هست، اوی یافتن در گروه. وقتی جوانی آوازه جوانی و چه خیلی شیرینی بود دوره مکتب خانی. همون اوجش هم خیلی بود که گل مونس بودی خار بلن عمرم اتی آزار بلن یار منی یاقتی ناز بلن جانمda درمان قالmadı arzu eylep yar didarın yandırdı hicranın zarın malum malum yığlab zarın canımda derman kalmadı canımda derman kalmadı اگه kalmadı یا kalmadı من نمیدونم. اگه همونجا با اصلا بابا مراد نه که kalmadı خوندگی من همونجا kalmadı خوندم اصلا با گرفته همین ثبت کردیم. شکری همون دوره ها و دوره ها دیگر تکرار نمیشد و دوره ها حقیقتا دوره طلایی بود، دوره کودکی طلایی بود. خیلی همین خیلی گوید در همون زفرآباد وقتی که مکتب تمام کردم اکنون میخواستم که خواندنی روم، لیکن نیت داشتم که معلمه زبان انگلیسی میشم. خودم هم خیلی یا از زبان انگلیسی یا که از متماتیکا. بعد اونجا فهمیدم که خیلی خیش تبارو و تقاها فکرشون دیگه میخوان که من از خود کنم. و من گفتم نه خیلی نمیشه، خیلی نمیشه. من رفته خواندنم در کار و من گفتم نه من همین سند میرم. پدرم با خیش تبارو هم آمدن جنجال خانیم و جنجال همه جنجال اپشتی منه خیش تبارو دیگر رو شقتی جنجال میکنن. من گیره کردم. بعد یک روز پدرم شدن. پدرم بسیار صنعت دوست می‌داشتن. همین خیلی انسان خیال میکنم که هم خیلی پدر نباشه دیگر عجوبه پدر نبوده. همین خیلی خودشون کم کم زمزمه میکردن. وقتی قشلاق بودگی من همراهشون کوه میبردم خریاک میچیندیم. اون وقتا روبه میچیندیم. با من بعد برابر رو پشتوری گرفته روبه میفروردم. بسیار چقان که بودم پدرم فقط من همراه میگرفتن. قطعی میبردن کوه ها. بعد سرود میخوندم. بعد گفتن که دخترم مایلش من تیا گرفته میبرم، خودم گرفته میبرم، لیکن تو باید که نامی بلندی صنعتکاری مشرف شوی. یگان کس گفت نیابد که این دختر اخیل بود، این دختر اخیل بود، این دختر اخیل بود. بعد گفتم خوب شد از پدر مایلش من روزی گپ خشت و یا جنگی شدن همه جنگی. و ما آمدیم پدرم خودشون گرفته من دانشگاه باوردن. امتحان اختصاص سپاردم.
بعد دیگر امتحانات سر میشد. معلم عباسов قطعی شادروان معلم کریم حلیویچ اختصاصی قبول کردم. من قبول کردم. من اونجا دیگر سرود خواندم. وقتی که امتحان با آمدم، وقتی مشق بود دیگر سرود مشق کردم. وقتی امتحان با آمدم من همین قوشینو را خواندم. هم معلم ها حیران شدن، گفتن ای تو دینا دیگه سرود تیار کرده بودی چرا اینو خواندی؟ من گفتم این بلندتر ده با استاد، این اوج دارد، این بلند با آواز نشون دادن. گفتن این بالا بوده، میفهمد این چیزا. معلم کریم حلیویچ خیلی کم میزدن، زبانشون شیرین، رنگی پدرم دوست می‌داشتم همون کسا. بسیار انسانی خوب بودن. با خیلی منو گرفتن اختصاص 5 ماندن. 5 ماندن من خرسند گذاشتم رفتم. همین وقت با اینستیتوت با وای آمدن. تریشکووا آمدن اینستیتوت به تشریف آوردن و یک کنسرت مشترک تشکیل کردن. همون معلم و نوازنده بودن و من خواهش کردن که من یک سرود خوانم. من سرودی همون آهنگای استاد چشم من سیری ندارد از تماشای زمین، همین خواندم در همونجا. همون فایه اینستیتوت با جمع آمد شد، همه زنا بودن و رکتورم هم اشتراک داشتن و من از دختری خالم رفته یک توپی و یک کرتی هویه گرفته پوشیدگی بودم، لباسی خوش رو کرده همینجا آمده برآمد کردم. من همین خیلی خاراکتر داشتم که همین یک گپم با ایستادگیری میکردم دیگه، همین رو می ایستادم. برای همین پدرم بسیار من درک کردگی بودن، میگفتن این گپش یکتا این کار خودش میکنه. گفته بعد 1 سالی خوانده تمام کردنم تابستان ما باید وای رویم. یک سفر هنری یک بریگاد تشکیل کردن، اولیانوسک، سوچی و همینجا بچه‌ها اون وقت نبود، استودنتای ما میرفتن همونجا و کار میکردن. استوری وای با همونجا ما باید پیش همونو سفر هنری میکردیم. با خیلی اونجا همراه ما عبدالمجید بودن، من عوض مراد بودن و بسیار همکارسا بودن. همونجا سفر کردیم ما. همونجا داشتیم مشق رسیدیم که یک آدم در آمدن، یک وای دستشون با همین چی کاغذ دفترها در آمدن شیطان اون کس بیرون پشت در آوازی من گوش کرد. بعد گفتن که خاصیت شما میخواید شاگردی برنامه ساخته شید؟ با من اکنون با حنیفه مولانا و برنامه ساخته و کدامشون چه خیلی مثل من باقی نمیدونستم، گوش میکردم لیکن اخیل نمیشناختم، نمیدونستم که کدامشون چی باشه. بعد گفتم برنامه ساخته و کی گفتم؟ بعد گفتن که شش مقام میخوانن. شش مقام گفتن که در جانم کم در جان در آمده همین خیلی. من گفتم مایلش گفتم نباشد شما امسال گفتن دانشجو میشید، همون سال کافدری همین و یک کشادن موسیقی شرقه کشادن. این کس اسدالدین نظامов بودن استاد که همونجا آوازی منو گوش کرده. گفتن که ما شما میگذرانیم شعبه شش مقام با پا اختصاص از روی اختصاص شش مقام میگذرانیم. همین خیلی شد که همه مصلحت کردن، رکتورها مصلحت کردن، من اختصاص خطی 6 مقام گذراندن. من بسیار درسام همکورسام قطعی میخواندم. اونجا میرفتم با بسیار درسای و همکورسا قطعی میخواندم. همکورسی اولین من دانشجویان خرسم مراد همینا بدن. من قطعی اینا رفته درس میخواندم 6 مقام. برنامه ساخت درس میگرفتیم. خونه شما میرفتیم و کس اینستیتوت می آمدن. همین خیلی از نازکی‌های 6 مقامم از برنامه ساخت آموختم. همین سروده فهمیدم که سروده کلاسیکی چی بوده سو، این 6 مقام چی بوده سو، پهلوهای 6 مقامم همونجا خوانده فهمیدم. یکم بار برنامه ساخت و آوازی من گوش کردن. گفتن دخترم اکن میخوانی یاد دادن همین سفت کلانه 5 قسم دارد. سفت کلان، خودی سفت کلان، تلقینچه، بعد قشقرچه، ساقینامه، افر، همین چیزا یاد دادم. میرفت تلقینش می فروشان آنچه از صحبای گلگون کردن، شاهدانی شهر ما از لعل میگون کردن. تلقینش میرفت به قشقرچه تازه روی آتشینی
او نقاب افتاده است رشعه غیرت به جانی آفتاب افتاده است. و میرفت ساقینامه و خاک پای تو ای سر به ناز پروری من که جز هوای وصالی تو نیست بر سری من. و میرفت افر یک نظر از تو بر خاک تپیدن از من یک نظر از تو بر خاک تپیدن از من یک سخن از تو بسد گوش شنیدن از من. اولین بار من همین چیزی یاد گرفتم، همین 5 قسمی سفتی کلان اشش مقام و قشقرچی نهایی یاد دادن استاد، نیم چوپانی یاد دادن یاد گرفتیم از همین 6 مقام. بعد آهسته آهسته من خودم فهمیدم که اون سروده 6 مقام کدام هنرمند میخواند، از ویا آموختم. چی بدونی 6 مقام من استاد برنو اسحاق آموختم. همون کسان وقتی یاد میدادم من میخواندم میگفتن تو همین خیلی و اینجا خیلی میخونی در اگزامی تو چی بود نغز میخونی. اون وقتی مشبه همونجا کمتر چی میکردم گویا که نظرم نمیگرفته همین چیه خیلی نیکی اگزام میدرمدم امتحان با بسیار خوشرو میخوندم که با برنامه اسحاق میگفتن من نفهمیدم تا اونجا به خیلی میخونی اینجا به خیلی خوب من آخه اینجا میگفتم الکی وای مسئولیتش زیاد معلم جان اینجا من نغز خوندم در کار. هم کورسه من تمام میکنم 4م کورسه همه معلم ها حیران میشن که من اکنون کدام فاکولتی تمام میکنم. همه گرنگ همین 2 ماه ماندگی به من گرفتن شعبه سرود موسیقی و از دیگر آوردن ماندن اثرای گرفتم همش گرفتم و همکورسان قطعی من تمام کردم. در همین 4 سال من 2 فاکولته تمام کردم، هم 6 مقام تمام کردم هم سرود موسیقی. انا اینم بردی من بود. اگر راستیگه من حاضر نقل کنم این حیات من یک چی میگم یک فیلم در نظرم همینجا فیلم برای این گذشته دستم خیلی که چه خیلی بود همین چه روزا. من انسمبل رباب نوازی همین فیلارمونی دولت تاجیکستان قطعی با همراهی استاد ظفر 1مین مرتبه سفر هنری داشتیم به فرگی به گرمانیا سفر داشتیم. اونجا بسیار مردم ما خوش قبول کرد. این مردم دیگر چیزی ملی میخواهد، چیزی ملیتون میخواد که چیزی ملی شما نشون دید. چقدر استراحت نخونیتون برای همین یک تالار کلان تمام استراحت و تمام دولت دنیا آمدگی و یکی نوبتی ما شد صحنه تاجیکستان شد که همین کرنه سرنختی سر کردن که همین خلقی بدگی چی گفت شد گفت همه آمد صحنه ما با یک بزم عجیبی شد که اون وقت سروده کالینکا کاتیوشا پاد مسکوی بلام خیلی سروده بود است خب ما هم نمیدونستیم اون وقت ولی یوش بودیم که ناب کارو بودگی ناب خانسادیم همون خلق برابر همین بانوان رباب نوازو خواند همین سروده. یکمین بار همونجا رفتیم. یکی دوری بود همون دانشجویم با اولی یکمین بار نبود این دوم بار بود است. یکمین بار افغانستان سفر کردیم که اونجا با همراهی انسامبل نوروز یک بریگاد کرده رفتیم در افغانستان سفر هنری داشتیم. در دوره دانشجویم اولین سرودی پدری که خواندم بعد پدرم ما به ناحیه پنجکین گسترول رفتیم. در همون مهمانخانه من کتابی شادروان استاد مقسم عالمیه همون مهمانخانه پایینش یک کتابخانه بود است از همونجا گرفتم من همین سرودی پدر یافته خودم آهنگ بسته پگش کنسر بخوندم. وقتی که زل ببرمدم دستم رباب سرودی پدرم میخواندم رحمتی اکوی عبدالله بیگ ما با هم برندگی میکردن هم ادمنستراتور بودن. اون کس یکی چشمم غلطید که همین خیلی سر کردم پسی پرده با اون کس میدانم پدرم مردگی باید بعد همین تا دیده بدی داری پدر دختم من از تشنگی مهری پدر سوختم من همینا خواندم که یک چشمم غلطید که اون کس گیره کرسید هم بینم که زلبم 2-3 کشته گیره دیگه من گیریم گرفت خواندن نتونستم سروده ایستادم که کمتر که مردم بسیار کفکوفی کردن یا بارگی چی کردن که با از دیگه سر کردم
از دیگه سر کردم یا علاج کردم این سرود تمام کردم. همین خیلی لحظه ها بود. اکنون زندگی همین خواهد پدر و مادر، لیکن پدرم بسیار من میخواستم که پدرم یک بار اقلا آمده کنسرت من بشینن. روانشان شاد بود. پدر رفتن که مادرم برای ما هم پدر شدن، هم فرزند شدن، هم فرزنده کلان کردن. منم خواستم که ترک فیلارمونی کنم. گفتم که اکنون سرور خاندان هستم، من این مسئولیت به گردن من آمد. بسیار مشکل. بعد من نماندن، راست گفت مجنون براتوف راهبر ما بودن، گفتن که نه تو راه خط قطعی آمدگی باید 3 سال کار کنی. وقتی مجنون براتوف رحمتی یک جنجال شدیم، برو آمدیم پیش دیرکتر در آمدیم. اونجا استاد اون وقت پرتارک بودن، استاد جورابک مرادوف، اون کس برو آمدن چی گپ. من گفتم خیلی من کار نمیکنم، میرم خانه، اکنون پدرم نیستم. بعد اون کس گفتن که نه و خاصیت خیلی انسامبل با کار نکن، بیا ما قطعی میگیریم، همین انسامبل زرافشان با قطعی میگردیم، ما آوازی خیلی زنانه نداریم. بعد خیلی علاج کرده، منم نماندن دیگه از فیلارمونی روم، هم استاد هم دیگرها نصیحت کردن نماندن روم، خیلی کار کردم. منم خیلی در اونجا در فیلارمونی 40 سال من روی صحنه هنر بودم، هنری کسبی. اگر در همین 40 سال من قابل جان شاهد میدونن، من هر سال یک شب ایجادی میکنم. 25 سرود دارد یک شب ایجادی، 25 سرود تیار میکردیم، شب ایجادی میکردم. اگر در همین 40 سال 2 تایم شب ایجادی کردگی باشم، 2 کنسرتی، این 80 تا میشه. لیکن ما هم کنسرت حساباتی میکردیم، هم نوروزی ها با کنسرت برپا میکردیم، هم جشنهای مادر با کنسرت برپا میکردیم، هم سفرهای هنری که ما میرفتیم. یک حوض حافظه که من میگم که دارم اینجا 1 ماه سفر هنری ما رفتگی نیستم. استادای زبان شیرین قطعی ما واخوردیم، استادای عزیز قطعی واخوردیم، از ویا آموختیم، تربیه گرفتیم. استاد مرادبک نصرالدینوف، استاد قربان جان صادقوف، سعید میرزا نظریوف، مسلم خان باقی و استاد عزیزی ما استاد مستا بودن که همراه ما بسیار سفرهای هنری میرفتن، یادشان بخیر باشد. همین وقتی ما تمامی گوشه و کنار جمهوری، تمامی ازبکستان نیمی زیادش سفر هنری میکردیم. فقط در ازبکستان بودیم، تشکند و بخارا، سمرقند. استاد ما گرفته بردن، همه وقتا بسیار مخلصاشون قطع شناس کردن. از همین جهت ما مخلصدار شدیم. بعد از سال 85 86 استاد گفتن که نه خاصیت تو علاهیده باید روی. استاد وقتی میرفتیم همه ما یک ساعت میخوندیم، قریب 5-6 ساعت کنسرت میشد. آخه مردم نمیموند، هر یک کس مخلصش بود الکه. بعد اومدیم همین انسامبل جوانی فیلارمونی دولتی تاجیکستان وزارت قطعی مصلحت کرده کشودن، همین انسامبل جوانی راهبریش من دادم. من قابل جان همون وقت از خانه خودم من سفر خدمتی گسیل کردگی. قابل جان سفر خدمتی رفتن طرفای روسیه، آمدن افسر همونجا نوشتن که من خدمت تمام کنم، اپا جان انسامبل شما با حتما کار میکنم. گفتم خوب. خدمت تمام کرد، آمدن من یک کم در انسامبل زرافشان کار کردن. نه اپا من آرزو نیتم همین بود، شما قطعی باید کار کنم. خیلی گرفتیم، قابل جان هم گرفتیم. پس از اون آرزوگل آمدن، علی شیر آمدن، صفی انسامبل تا همین وقتا بسیار جوانی ما جلب کردیم. همینو به حقی استادی هم کردیم، تربیه کردیم. هر سال همشون یک تا کنسرت میکردن، تشکیل میکردم کنسرتش. همین سرودی که اولین من ثبت کردم، این در بین مردم یک آوازه شد، این کی باشد؟ این مرد باشد؟ این زنک باشد؟ این خودش کی؟ انا بسیار مخلصا پیدا کردم. بعد آیسته خلق شناس یکمین بار کنسرت ایجادی کردم به مناسبت مقام دولتی گرفتن زبان مادری در همین کاخ باربد تشکیل کردم. باور کنید
همین خیلی مخلص زیاده بود که خودم صحنه برآمدم برنامه کردگی سرودی خداوندا به لطفی خویش گویا کن زبانم را نه همین سر بکرم میخوانم که همین بدنم لرزه گرفت صحنه کشوده شد خلق دیدم تا همون برای خلق شدگی زین پایه های کجاهای مردم نشتگی دیده همین آوازم داشته نمیتونم ده آوازم لرزی شد است نمیشد تا مابین همون برنامه کنسرتی من خودم داشته نتونستگی هم صحنه بعد دیوای خب بعد کشوده شدم بعد سرودار رفتن گرفت یکمین بار کنسرت ایجادیم بودم اونجا یک روز ایجاد نکنید که بین خلق رفتید تمام یک سرودی نو نکنید تمام هم خودتون مونده میشه نمیدونید من چیکار کردم گفته برای همین من همه سرودوم جمع کردم و یک کتاب کردگی بودم امسال 30 سالگی استقلالیت به من همینا چاپ کردم من 80 تا سرودم هست اینجا ولی 120 دیگهش آماده کردم با یک کتاب دیگر خدا خواهد میکنم برای چی ما خیلی قدر 6 مقام به داده نشدیم و عموما سرودی مقام نسرودیم برای اینکه ما آهنگ سرودی خدا ما پیدا شد ما همون چیزا با کم نکردیم من همین آهنگای صنعت همین تاجیک به زم کردیم آینده اگر یگان فرد یا یگان دانشجوی یگان شاگرد اگر استفاده کند و از ما بهره برد از سرودی ما خوشبخت هستیم شکر میکنم که همین راه برفتم زندگی خودم میافتم همه دادر خواهرام و خیش و توارم سرشته کرده تانستم سرشته کردم یاردستم آمد یاردم کردم و من شکر میکنم که من همین جناب عالی مهنت ما اول سالی 91 من هنرمند شایسته گرفتم عنوان بعد سالی 99 اردن شرف گرفتم بعد 2006 بخشیده به 15 سالگی استقلالیت من عنوان هنرپیشه خلقی تاجیکستان گرفتم این خیلی بختی بلند نیست برای من با چی در کار دیگر همین که من فقط ایجاد کنم برای خلق عزیزم خدمت کنم سرودای نو به نو پیشکش کنم لیکن من میخوام که شما چی میخواهیدن از من فهمیدن یگان سوالا باشد مرحمت برای شما سلامت باشید رحمت استادی عزیزی مهربان شما در حقیقت مهربان هستید و من شکرانه میکنم که یکمی شاگردی شما من هستم بله شما برای من هم استاد هستید هم مادر هستید تشکر خودم من اگر درباره چندین ساله که از سال 1983 من آمدم هیچ از یادم نمی رود در انویرمک وا خورده بودیم اونجا انویرسام بود در خربالا وا خوردیم آرزو میکردم که شما بینم با آرزویم رسیدم چندین سالا من تربیت کردید من از شما از زمین تا آسمان میندار هستم چون من با تشبسی شما اگر خدا آواز داده باشد شما من در پهلتان گرفته تمامی ناحیه‌های تاجیکستان به من معرفی کردید دیدم می آرد به کویت زندگی نور میگیرد زیرویت زندگی زنده باش ای نوری درگاه و درم مادر جانم مادرم جان مادرم زنده باشید رحمت خوبی جان رحمت در یک مصاحبه خود گفته اید که بچگیتون با دوره با خوشچینی گذشته است این دوره‌های خوش کودکی رو برای خود چگونه تصویر میکنید؟ درست خیلی کردید من پیش وقتی که درباره حیات فعالیتم نقل کردم دوره مکتبخوانی حقیقتا دوره مکتبخوانی ما دیگر بود علف می‌درویدیم توگ میچیندیم کوه برآمده راوا میگیم راوا میچیندیم برای همون مالاده همین برای گاو و مال تیاری میدیدیم بعد گوید مالپایی هم میکردم من همین یک عصای دراز در دستم بود از قفای مالا دویده میگشتم کوه لیکن همه عصا برای من دوتار بود از قفای همونا سرود خوانده میگشتم بعد بچگی بغیرتی داشتم من بسیار بغیرت بودم تمام همسنفان با راهبری میکردم
و هم خیلی دوره‌های زیبایی بود که باور کنید با اون طبق میگذراندیم. بعد درس تئوریکنی میرفتیم ما همسینفا. چند کس میشدیم تقسیم کرده بودیم اینش خانی اینش ویش خانی و هر شب خانی یکدیگر رفته شده درس تئوری میکردیم. این همین خیلی لحظه های شیرینی بود که باز با هم همونجا میشتیم. مادرها ما هر یکی خانه‌شون میرفتیم، مادرها ما به دسترخوان میکردن، ما یه ضیافت میدادن. این عجایب حاضر گفتن نمیتونم همین چیزا من در پیش نظرم افتاده از دلکم گل می‌زدم خیلی همون دوره‌های ما بسیار دوره‌های شیرین بود. سلامت باشید. میخواستم یک نکته پرسان شوم از خاصیت که خاصیت خودت مادر هستی، همسر هستی، کدبانوی خاندان هستی و باز مادر کلان هستی و هنرمندی محبوب و عزیزی دل و دیده های مردم هستی. از همین مسئولیت هایی که هست بار افتخاری کدامی از آن برای تو بیشتر است؟ به فکرم همین مسئولیت بیشتر من راه اساسی من همین هنر بود. گرچنده که مادرم دوست می داشتم، گرچنده که پدرم دوست می داشتم، گرچنده که عائله‌ام دوست می دارم، فرزندام دوست می دارم و می خواهم که در همه کار خانوادگی آنها با آنها کمک کنم میتوانم. لیکن باز می خواهم که آنها برای من هم کمک کنم، باز برای بیشتر کار کردنم، برای ایجاد کردنم. حاضرم خیلی که نمیدونم خدا من آفریده است یک فرزندی تاجیکستان من خودم خیلی من تا حال محل نمیدونم، باور کنید من محل نمیدونم. دوره دانشجویی ما خانه همکارسا همین سفر میکردیم، خوش خرسند بودیم، تخیل محل تو اینجوری بای اونجوری نمیدونستیم. تا حال من محل نمیدونم. من میخوام که کدام منطقه تاجیکستان من نروم مردمش با من باشد، من برای آنها خوانم. لیکن آرزو میکنم که همه مردم باید که چی باشن، هنرپرور باشند، سخن پرور باشند، سخنی خوب از بد فرق کرده توانند، نه بلکه آن که ایمان مرام تو به ایمان برم این سرود شود. من میخوام که سرود حقیقی این سرود این هم سرود هست در توی معرکه ها ممکن است خواندن برای سرود شوخ. لیکن من جوانو باشد همین خیلی میکنم که باید که از کلاسیکای ما بیشتر استفاده کنند، از سخنی بلند استفاده کنند، برای اینکه این چیزای عمرش دراز است. همین سرودی چیزا پسته عمرش کوتاه است، مردم یک میخواند و گم شده میرود. لیکن سخنی بلند، سرودی صمیمی عمرش دراز است. من برای همین میگم که از همین مسئولیت همش خوب است، من همش میپسندم. لیکن با رواج رونق دادن هنری خودم این مسئولیت اساسی من است. استاد عزیز، شما را دوام دهنده مکتب هنری استاد جوربک مراد، بای محمد نیاز و برنا اسحاقова میدونند. فکری خود شما در این باره؟ اکنون در زندگی ایدئالات کس میگم که ایدئالی من از زندگی استاد جوربک مرادوف هستم. باور کنید اینقدر هنرمندای دیدم، اینقدر هنرمندو قطعشیشتم، صحبتاشون با زبان شیرینشون باشتم. لیکن مانند استاد من خیلی هنرمند نیافتم، ندیدم. تمام شاگرده مثل فرزند خودشون استاد قبول کرده هستن. برای همین این شاگردا مهر دارد به اون استاد. میگن که قرصق از دو طرف چه خیلی که حرمت کردی، همین خیلی فرزندت حرمت میکند. برای همین استاد برای ما خیلی استادی بزرگ هستند. استاد بای محمد نیازف هنرشون بزرگ است. اون کس راه خودشون قطعی بهترین استاد، بهترین سراینده شش مقام استاد برنا اسحاقova همچنین بهترین انسان، بهترین هنرمندی که مثل برنا اسحاقova ولی پیدا نشد از شش مقام خان، پیدا نشد است و یا راه خودشون است. و ما فخر میکنیم که از چنین استادا آموختیم، درس گرفتیم. اینجا با شاهزادین صنعت ما استاد ظفر بدن که اون کس راه خودشون است. ما به خدا آدمای خوشبخت با همینا کار کردیم، از همشون کم چیزای آموختیم، گرفتیم از همینا.
در اینجا جای قید کردید که حتی در توی سورها اون سرودهای اولینه که میخواندیتون اوید به یعنی وطن، مهری وطن، پدر، مادر بود. یعنی از این چنین خلاصه کردن ممکن است که در مد اول مسائل تربیه در مد اولی نظر می ایستاد. بله. من چنین فکر میکنم که سرایندگی نیز این یعنی تربیه می باشد. تربیتگر. سرایندگی این خود آموزگاری است، تربیتگری است و این چنین طبیعی است. ما از خوردی تحت تأثیر سرودها، آهنگ‌های شما استاد عزیز به وای رسیده ایم و سرودهایی که در موضوع وطن، پدر، مادر، مهری مردمی عادی در تربیه نسل نورس سهم خود را میگذاشتند. بله. من میخواستم پرسم که در عین حال شما با جوانان صنعتکار، با آن صنعتکار جوان که در دل آرزوی صنعت ملت تاجیک شدن دارند، اوید به هم توأم آمدن آهنگ، سرود، شعر، مضمون آن چی توصیه دادن میخواستید؟ شما درست قید کردید. باید هر یک هنرمند پیش از همه مسئولیت حس کند که وای با مردم چی میگوید، چی سخن میگوید و مردم چخیل با سخنهای خودش تربیه میکند یا راهی درست میبرد. همین سروده در واسه مادر میخونید، در واسه پدر میخونید، در واسه که فرزندای نصیحت میکنید، گام میزنید که پدر حرمت کن، مادر حرمت کن. همین تربیه فرزندا هست. اگر که ما این چیزا بر رو نبیاریم که جمعیت ما آینده رفته من نمیدونم چی میشود. برای همین جوانان من میگم که شعری بلند انتخاب کنند، مضمونی بلند انتخاب کنند، آهنگش موافق باشد. خیلی بسیار اگر آهنگ بسته نتونن، ایجادکار نباشند، آهنگسازا خطی همکاری کنند. همین قدر حاضر مشکل باور کنید رسم مشکل است. برای همین جوانه ما آهنگ یافتن و آهنگ بستن مشکل است و سرودی بسیار خوب هم ایجاد کردن مشکل است. یک سرودی خوب حاضر چقدر خوبی جان پول صرف میکنن، چقدر پول صرف میکنن، از آهنگساز میخرن یک و برده استودیو میگذارن دو و گرفته موسیقیش تیار میکنن سه و همه نوازنده و پول بسیار میتن و یک سرود میدونید چقدر مبلغاتی. برای همین من میخوام که همه مبلغ صرف کنید، یک صرف میکنید یک چیز شود که مردم در آینده از همون چیز بهره بره. برای همین جوانه من همه وقت میگم برادری عزیزی من شعری بلند، آهنگی بلند، بعد خوانش همین تا حتی رفتار هنرمند در صحنه باید نمونه باشد برای جوانا. ما طولی 30 سال زیاد است که با خاصیت‌بانو دوست هستیم. یعنی در دانشکده دولتی صنعت و فرهنگ به نام میرزا ترسونزاده از 30 سال زیاد که یک جا کار میکنیم. در چاره‌بینی‌ها یک جا هستیم، در تمامی کارهای ایجادی دانشکده یک جا هستیم و بیرون از آن در محفل‌ها هم یک جا هستیم. لیکن خیلی که اول گفتید که جوان‌ها درباره من کم میدونن، ما این قدر شناس و منم کم میدونست هستم، امروز حس کردم. یعنی در حقیقت بسیار چیزایی که نمیدونستم امروز در اینجا فهمیدم. شما رو همچون یک زنی خاکسار، مادری مهربان، آموزگار خوب، سراینده خوش‌آواز، مخلصی، هم دوست و هم مخلصتان هستم. میخوام دانم که شما کسب آموزگاری برایتان مشکل تر است یا اینکه برآمد نمودن و کنسرت برپا نمودن و در صحنه محفل آراستن؟ کسب خودم که از اول قدم‌های اولین نهادم خیال میکنم که برای من آسان است، گرچند که چقدر مشکلی ها دارد. آسان تر است تا حال آنکه یک دانشجوی تربیت کنید. آموزگار شدن حقیقتا مشکل بوده است و هر یک تی همون دانشجو یک خاراکتر دارد، یا درس به نمی بیاد یکتاش نمیخواهد خواندن، یا یکتی دیگرش سخن نمیفهمد، یا یکتی دیگرش نمیداند که شعر چیست. شعر روبایی فرقیت نمیکند که چی هستن این چیزا.
با بسیاری هاش هست که بچه ها میفهمن و یا قطعی آسانتر کار کردن. اون کسایی که درک میکنن، شعر درک میکنن، موسیقی آهنگ یک بار خواندن قطعی و یا میگیرن. کسب آموزگاری دشوارتر است. دشوارتر است کسب آموزگاری. باور کنید. تشکر. چون شما چندین سالها در انسامبل زنان رباب نواز فعالیت داشتید، میخواستم از رنگین ترین خاطره های در انسامبل بودنتان قصه کنید. وقتی که ما با انسامبل بانوان رباب نواز آمدیم، همراه و یا سفر کردیم، استرالیا، ایسلندیا، بسیار جاها سفر هنری کردیم. این انسامبل یک انسامبل آوازدار بود. انسامبلی بود که از سالهای جنگ سر کرده. انسامبل نزد مردم خدمت کردگی تا امسال 80 سال تشکیل یافتش بود. 25 سال انسامبلی که در یک جا نشستگی بود. من از نو زنده کردم، برنامه ها کردم، خواستم یکم بار سفر هنری تشکیل کردم، گرفتم بردم از ناحیه پنجکین سر کردیم، دخترها قطعی اونجا کنسرت کردیم. عرفی ایدی مادرها بود، آمدیم ناحیه عینی یک کنسرت خوشرو در حکومت اونجا کنسرت کردیم. اونجا آمدیم حصار رفتیم، ترسون زاده رفتیم، اونجا رفتیم طرفی ولایت ختلان فرخور رفتیم، طرفای قرغان تپه رفتیم. بیبی ریحان و بابا رحمان تا حالا در زبان مردم است. سببی در زبان مردم تا درها ماندن همین سرود را شما شعر عالی یا آهنگی والا یا آواز خوشی سراینده بودن در کدام سبب میبینید؟ فهمیدم. سرود بیبی ریحان ما همین گرفتیم در انسامبل جوانی. انسامبل جوانی با علی شیر، با قابل جان، با همه ما سرود کردگیم، سرودهای انسامبلی کردگیم، خیلی خیلی زیاد است. و همین سرود میخواستم که من، قربان جان صادقوف، اکای سید میرزا، قابل جان، عبدالمجید بردیوف، باید 5 کسه همین سروده من گرفته هر یک تا روبایی یافته خوش رو کرده، روبایی کرده دادم. ما همین سروده تیار کردم، باید میخواندیم. این سروده شاگردم آرزوگل جان از عینی آمدگی بود، همین یک 2 مصرعش خواند، گفت که همین خیلی سروده است در تویا بچه ها میخوانن، بیبی ریحان فقط. با من گرفتم همین فکر کردم، گفتم همین من دویت کنم چه خیلی میشه باشد، همین 2 کسه خوانیم. یا با گرفتم و بابا رحمان من خودم در آوردم. بابا رحمان نبود اینجا، با همین بابا رحمان در آوردم، من بدیهه کردم همین سروده. با فکر کردم، گفتم بیا همین انسامبل خوانیم، 5 کسه خوانیم همین چیزا. خیلی اینا من به مراجعت کردم، بیبی ریحان میخوانن، من بابا رحمان میخوانم برای اینا. همینو تیار کردیم، گفتیم که در رادیو ثبت میکنیم. وقتی که ما رادیو با رفتیم ثبت با، اون حافظه نامی ما نآمدن ثبت رادیو با. این قابل جان عیادت مادر با رفتگی بودن، همون با واسطه سمالیات از سمرقند رسیده آمده، ساعتی 2 رسا خانه رادیو با در آمدن. بعد من گفتم قابل جان اکا چیکار میکنیم؟ نیستن، بیا هر دو ما میخوانیم همین سروده. بعد گرفتیم روبایت هر دو ما تقسیم کردیم اونجا. روبایت من خودم انتخاب کردم، یافتم. جایی که زنک باید خواند، جایی که مردک باید خواند، تقسیم کردیم. وقتی قابل جان خواندیم، باور کنید میرم بسیار جاها، بعضی معرکه با روسیه بام رفتم، کنسرت با همه تکلیف میکند التماس همون بابا رحمان خوانید. میگم آخه بابا رحمان نیست، من قطعی کی میخوانم که اباین یک کس پیدا میشه امروز میگه که من میخوانم. جوانا هستن میگم من بابا رحمان من میخوانم، همه میدونن اون جوانا خواستم سرود میخوانن همراه ما. خاصیت جان عزیز، دوستی عزیزم، وقتی که شما همین از خطی تقدیر، خطی سرنوشت خودتان را حکایت کردید، تمام آوانی این بچگی ها و جوانی های من به یادم آمد. گاهی اشکم ریختم، زیرا که ما هم دوگانه هایی که در یک مکتب خوانده ایم، دوگانه آوانی کودکی هستیم، بچگی هستیم، در یک دانشگاه در انستیتوت صنعت همکورس هستیم، همکورس هستیم، خواندگی هستیم. و وقتی که نامی منظفه غفارова رو به یاد آوردید، چنان همین خوریم آمد برای من. در خوابگاه بیمار شدم، به من مرگ تهدید میکرد. انا همین دخترک تا روز نخوابیده مرا نگاه بین کردند.
تمام نقطه های تلفنی رو ما زنگ میزنن، یگان نقطه های تلفنی کار نمیکند، ماشینه یاری تجلی رو فریاد کرده نمیتونن. من تا روز درد کشیدم. عاقبت همین سحر ساعتی همین 4-5 سحر دوان با انستیتوت صنعت رفته دختره که عادی همین کوهستان رفته منظفه غفار و رو یافته احوال مرا، یک دانشجوی عادی احوال مرا به آن کس گفتند که هم دوگانه من در همین حالت و با کماندانت خوابگاه علاج کرده اومده ماشینه یاری تجلی رو آوردند و مرا به بیمارخانه بردند و کمک وقت مانده است که من به بیماری کروده گرفتار شدم. کمی وقت ماندگی بوده است که من نابود شوند و مرا جراحی کردند و من همیشه همین نیکی خاصیتی که مردانوار به همه نیکی میکند، به همه شما بدی کنیدم به شما نیکی میکند، همین خصلت دارد. خاصیت ها شکلی که به همه ما معلوم است، هنرمند اصلی اساساً پشتی می آید. شکلی شما قید کرده گذاشتید پدر شما هم زمزمه میکرد، شما یک هنرمند اصلی شدید. میگفتید که آیا فرزندان شما یگان نفر روی شما رو پیشه کرده است؟ اگر که نه پس سببش در چیست؟ راستی گپ فرزندای من قریب که همش در وجودش هنر است. یکی صد افسوس که هنرمند شدن مشکل، هنرمند اصیل. و همون با سخنی پدرم دادم میرسد که میگفتم اگر هنرمند اصیل میشدنی باشی دخترم شب نشوی حاضر از راحت گرد. همین سخن هیچ وقت از گوش من دور نمیشود. همین پسرچم من گفتم که بسیار تولک دوره کم کم سرود میخوانده، بچه کلانیم نیکروز. بعد تولک دوره نظم مینواخت. من گفتم که بچه‌ام چیکار میکنی؟ اکنون تو صنف 11 تمام میکنی، کجا میروی؟ بیا گفتم برام همین انستیتوت صنعت و منم خوان بچه جان. بعد حقیقت خودم میگردی کنسرت و معرکه با همراه من میشی. بعد گفت که چی آچه؟ نه گفت آچه این حیات شما مشکل است. گفت این خیلی زندگی کردم نمیشد. گفت آچه با خدا گفت که من آچه جان چند مراتب قد شما رفتم، من عذاب شما دیدم، راه های دور رفته آمدن شما دیدم، یک برده نان یافتنتون دیدم. نه من باید راه هم دیگه کنم. آچه من خب ویم یا راه انتخاب کرد که ارکیتکتور شد، رفت اکادمی مسکو ارکیتکتوری تمام کرد. این ارکیتکتور هم یک نماد صنعت. خودم خوشبخت‌ترین زن می حسابم در همین زندگی و همش با حرکت و مهنت های حلال خودم من این خوشبختی به دست آوردم با دستگیری خلق عزیزم. یک بار دیگر تشکر زیاد به همه شما، به تلویزیون سفینه که این برنامه تشکیل کردن، ما شما با همدیگر روپرو کردن. ما چقدر امروز گفتنی های داشتیم، گفتیم با ماندگیش ماند. خدا خواهد دفعه آینده سلامت باشتان، خوش آمدیتان، نور دیده تاج سر.